در 6 ماه اول سال روان دادگاه‌های ختلان 18 مرد را برای بسیار نکاحی مجازات کردند. از اینها 4 نفرشان جریمه و باقی به کارهای اصلاحی موظف شدند. مسئولین دادگاه آخر ماه ایول در نشست خبری در این باره چنین گفتند: وابسته با پرونده‌های جنایتی ماده 170 دوزانگی و بسیارزنگی در 6 ماه سال 2024 23 پرونده وارد شده، 18 پرونده بررسی گردیده شده، 5 پرونده دیگر با نیم ساله دوم باقی مانده شده است. همین 18 پرونده بررسی گردیده شده، نسبت 4 نفرش جریمه، نسبت 14 نفرش کارهای اصلاحی تمام کرده شده است. نظر مردانی که در بسیار نکاح‌های گناهکار شدند معلوم نیست و روشن نیست که آنها حکم را تا کجا قبول کردند. قانون اساسی تاجیکستان زندگی با چند همسر را در یک وقت منع کرده است. کدکس جنایی برای این کار تا 21,000 سومانی جریمه یا محدود کردن آزادی تا 5 سال را مقرر کرده است.